سلام برابچ، چه خبر؟ اومدیم با یه ویدیو اکانت خفن. دفعه قبلی که ویدیو اکانت گرفته بودم اکانت هم پوری فول نبود. این دفعه بهتر شد. اول از ستا شروع میکنیم ببینیم چیا رو داریم. اکانت هم 0 تا 100 رو خودم آوردم بالا. 84 تا ست کامل داریم. 3 تا ست سرم، 76 تا موی خوبی هم داریم. این اکانت خودم با از اول تا آخرش دست خودم بوده و همشو خودم آوردم بالا. دیگه قرار فولتر هم بشه با این ماهیت شما. بعضی از اینا خرده، بعضیشون نی. بیشترشون مال بویاپس و سایتیه. بریم سراغ ماسکا. ساکورا مناطق معروف. بویاپس هم خود درو کردم. ماسک چقدر خفنه. از کجا گرفتم؟ ماسک دیگه اینا خفنه. اینا مال این کوه سامورایی. تتوام زیاد نیست. قلبش کنم. اینم بالاتانه هم طوری چیزی نه، ولی 0 تا 100 خودم بودم بالا. 170 تا بالاتانه. اکانت قبلی که داشتم اونم خوب گوشی هواوی بود. هواوی هم ترین بود. خیلی وقت پیش گوشیم شکست، دیگه نتونستم ارزش کنم. هواوی آخه قدیم همه این چیزا داشتن که یکی از اکانت اولشون یا بند بشه یا رو چیه مهمان میده. ستان دیگه اونا دیگه تقریبا چیزی خاصی نیست. اینا بیشتر مال بویاپس. شلوار بریزیه دارم. این شلوار قشنگ دارم. این هم مال بویاپس صورتی قلبیه. این هم که این شلوار این هم خوشگله. یه چیز خاصی نه از نده. کفشم کفش جوی. این سفیده، این سفیده، این سفیده رنگ دارم. چه قشنگ این کفش. متاسف دارم. انشالله اکانت بهتر میخرم. فعلا همین دستمون باشه با همین پلی بدیم. بهترین دست. چه قشنگ این از کجا واقعا این خیلی خوشگله. دم گارنا یه 33 تا بک دارم و این خوشراف ماشینو. بریم سراغ اول پروفایل یا گانا. بریم سراغ پروفایل یا گانا. خوب بزنه. اینم پروفایل
یا که این 0 تا 100 اکانت خودم بودم بالا، یعنی دست خودم بوده. بریم سراغ گانه. یکی این زامبیه رو دارم توی مود زامبی، این خورشیدیه رو دارم، اینا خوده یکی دو خوشم. یکی هم یکی دراب دارم، یکی لیول 7. اسکار لیول 4 دارم، یه کار خوبه دیگه ندارم. گروزام لیول 4 دارم با این لیجندریه دیگه چی ندارم. فاناس خویی چی کسیمش دارم، یکی این لیجندریه دارم، یکم این لیول 4 لیول 1. این دوتا خوبه، دقت دارن، دقت خیلی خوبه. این هم بهترین این فکر کنم به نظرم، چون دو خط ریت خیلی قشنگ میزنه، خیلی ریتش باله. این هم خوبی خط ریت پلاسما. هیجوم هم که پارافال خوب ندارم اصلا. این پیچر هم فایده ندارم. خب M14 هم تقریبا خوبه، ولی اون آبیه خیلی قشنگ تره. M14 آبیه. کجا M14 آبی. M14 حالا فکر کنم تو اینجا نیست. M14 نه، این آبیه دو خط ریت عالیه واقعا. هر کی اینو داره حلالش، این خیلی خوبه برای M14. الان خود این دفعه قویش کردم دیگه. اسویدی این تقریبا خوبه، یه خط ریت اینو دارم، قدرت اینو داشتم. واقعا وودپکرم ضعیفه، لولی بیاد میگیره. اینا خودیه، اینا خودی چیه. UMP لولی دارم و ساکورا هم دارم، این هم دارم، این یه خط ریت هم دارم. لولی 4 هم دارم، قدرت ساکورایش. این هم این دو خط ریت رو دارم و کاستومش کردم. VSS ندارم. MP40 سلاح خوبی دارم. MP40 هم که تازه اومده گرفتمش، منتظر آفر بیاد ببرمش بالا، یا مکسش میکنم یا لیول 7 لیول 7 چیشش میکنم. این خب مال بویاپس بوده، اینا خود دارم. اینا من خیلی دوست دارم، قدیمیه، خیلی قدیم، خیلی خوشم میاد. اینا خب آبی بود، چی بود میگفتن، P90 هم خود دارم، لیولش دیگه. این دی خطریت هم دارم، این هم یه خطریته، P90 کمی بد لیولیه. تامسون هم یه خط ریتشو دارم. ویکتور هم خماشالا یه خط ریتشو دارم، به قول مستر آقا حامد. مکتین هم فایده نداره. بیزون هم که خوب ندارم. ده لیول 4 هم دارم، ده خوبی ندارم. این هم دارم لژندریه. ده رو میگفتیم، ده هم لیول 4 شو دارم دیگه، ده خوبی ندارم. پلاسما که خوبه، دو خط دقت عالیه. این خیلی یه خط دقت خوبه برای شاتگان، یه خط دقت خوبه، واقعا خوبه. ماکس 7 یه خط دقت میشه اتزه. این به درد نمیخواد. پلاسما ماشقه چی بود اسمش؟ کینگ فیشر بود، کینگ شارژر بود، چی بود؟ شارژ بوسته. این 500 هم که دوتاش دارم، یه خط دقت عالیه برای دقت، چون میخوام هد بزنه، برای هد عالیه، برای وانشوت. اسنایپ هم که خوبه، این خیلی خوبه، دو خط مگزین، یه خط مهم تثبیت، این هم عالیه. کلا اینا خوبه. نمیدونم بچه ها میگن ریت هم واقعا توی چی تاثیر داره، بعضی میگن کارنامه‌اش هم پولی خوب نی، تعریفی نی. فکر نه. اینا دیگه چی؟ پیستول هم که این دیزرتر رو دارم و این ستا، این هم دی خط ریتشو دارم.
دیگه اسکین مش لول 5 نیدو یخان خو عادیه، چیز خوبی ندارم، فقط این کبرای رو دوست دارم. نه خواهی چی ندارم. اینم از گالری اکانت 9 تا لولی و 8 تا لولی یکم اسکین مش دیگه. چیزی نمونده نشونتون بدم. پروفایل دوباره نشونتون بدم. هر کی میخواد جواب کنه توی کامنت ها بنویسه برای عضوگیری. آدمتون گرم از آقا ممنون. تو ویدیو خداحافظ.